توپ طلای بعدی مال کیه؟ با عرض پوزش از اوسمون که هنوز اشکاش بعد کسب توپ طلا پاک نشده و ما داریم درباره توپ طلای بعدی صحبت میکنیم، با نگاهی به سرنوشت وینیسیوس 1 سال پس از ناکامی در کسب توپ طلا، خیلی بعیده فرم خوب رافینیا برای یه فصل دیگه، اونم بعد 5م شدنش در رتبه بندی فرانس فوتبال ادامه دار باشه، مگر اینکه آنچلوتی با برزیل جام جهانی ببره تا خداییش یه نفر از بین رافینیا و وینیسیوس توپ طلا ببره. البته اگه این امباپه آماده بذاره شماره 10 فرانسه و رئال که تبدیل شدنش به بهترین گلزن تاریخ فرانسه تقدیرشه، امسال میخواد چمپیونز اول و جام جهانی دومشو ببره. البته اگه هری کین و رسانه ها بذارن، من میترسم هری کین به عنوان بهترین گلزن بایرن سگانه و به عنوان کاپیتان انگلیس بعد 60 سال جام جهانی ببره، ولی کول پالمر تو فینال یه اینجوری بکنه رتبهش مثل امسال از هری کین بهتر بشه. اوه تازه من مدعی اصلی جام جهانی اسپانیا رو فراموش کردم. اگه لاروخا جام جهانی ببرن، کی دیگه جرأت میکنه به عشق نیکی نیکول توپ طلا نده؟ راستی توپ طلا بردن واسه یه هافبک وسط این اواخر فقط زمان برنده شدن رودری و مودریچ مد بود، وگرنه رتبه امسال پدری رو دیدی؟ سال دیگه همه جاما رو هم ببره جزو 3 نفر اول نیست. تمام این فرضیات زمانی معتبره که رونالدو تقریبا 1000 گل با پرتغال و مسی مدافع عنوان قهرمانی با آرژانتین جام جهانی نبرن، که اگه ببرن